اورشلیم یا بیت المقدس، دو اسم برای یک شهر، دو اسم که ارزش‌گذاری سیاسی شدن. اگه ما بخوایم از هر یک کدوم از این اسما با تاکید و تعصب استفاده بکنیم، بایستی جزو اقوامی باشیم که روی این مکان ادعای مالکیت دارن. اما در تاریخ و فرهنگ پارسی هیچ وقت روی هیچ کدوم از اینها تاکید تعصبگونه نشده و از هر دو اسم استفاده شده، هم اورشلیم و هم بیت المقدس. اما بریم سراغ تاریخ اورشلیم، اینکه بریش از چه گذشته. من باید با تقلب بهتون بگم که تاریخی که دارم بهتون میگم تحریف نشه، چقدر که مهمه. بریم به 4000 سال قبل. 4000 سال قبل یعنی 2000 سال قبل از میلاد مسیح در مصر یک کتیبه پیدا میشه. روی این کتیبه چیزایی نوشته شده بوده که به نام اصلی این سرزمین اشاره میکنه. نکته هایی هم ورده شده. گفته مردمان این شهر مردمانی هستن که دشمنان فرعونن. به فرستاده ای از جانب خداوند اونها اشاره شده، به خداوندشون حتی اشاره شده و به نام شهری اشاره شده که نامی شبیه به اورشلیم یا اورسلم داشته. با توجه به این نکته میتونیم بگیم اولین اسمی که به این شهر داده شده اورسلم بوده. 2 تا 3000 سال قبل از میلاد مسیح اورسلم پایه‌گذاری شده. زمانی که به هر حال تمدن‌هایی در آسیا داشتن شکل می‌گرفتن، این شهر هم پایه‌گذاری میشه. وقتی که کنعانی‌ها میان از شبه جزیره عربستان مهاجرت میکنن به سمت منطقه اورشلیم، یک شاخه‌ای از اونها قدرت میگیرن، حکمرانی میکنن، شهر رو به دست میگیرن. این شاخه اسمشون یبوسی ها بوده. میان چیکار میکنن؟ اولین دیوار شهر رو میکشن. خب این برای قدرتشون رو هم تثبیت میکنه. نام میگذارن برای شهر یبوس، اسم قبیله خودشون، اسم شاخه خودشون یبوس رو میذارن روی این شهر. طبق تاریخ حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح این یبوسی ها بودن که اونجا حکومت میکردن تا زمانی که داوود پیامبر میاد شهر رو تصرف میکنه. به هر حال یک جنگ اتفاق میفته. یبوسی ها توی اون جنگ از داوود پیامبر شکست میخورن و یکی از اتفاقاتی هم که میفته نام شهر به داوود تغییر پیدا میکنه. حتی در زمانی که سلیمان نبی پسر داوود هم بر شهر حکومت میکرده، نام شهر داوود بوده تا زمانی که دوباره نام شهر به اورشلیم تغییر پیدا میکنه. تقریباً 1200 سال قبل از ورود داوود پیامبر فلسطینی ها وارد این منطقه شده بودن. فلسطینی ها از کجا میان؟ فلسطینی ها در واقع از یونان اومدن. منطقه کرت یونان، یه قبیله به نام پالستی مهاجرت میکنن و میان سمت اورشلیم. داوود پیامبر یه جورایی رهبر یهودیان طبق تاریخ محسوب میشه و همینطور بین مسلمون ها هم یه جورایی پیامبر محسوب میشه و فرد مقدسی هست. اما برای این حرفا هیچ سند تاریخی و معتبری وجود نداره. یعنی تقریبا هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم که قطعی ان یا نیستن. یه نکته‌ای هست که در روایات و در کتب مقدس اومده و اون این هستش که زمانی که داوود پیامبر داشته شهر اورشلیم رو فتح می‌کرده، در فتح این شهر و در جنگی که اتفاق افتاده دستش به خون آلوده شده و خداوند بهش فرموده که چون تو در فتح این شهر خونی ریختی، دست به خون آلوده شده، اجازه نداری که هیچ چیزی از خودت در این شهر باقی بگذاری. اما داستان میرسه به سلیمان، زمان سلیمان نبی پسر داوود پیامبر و اولین بناها ایجاد میشن. مهمترینش هم معبد یا هیکل سلیمان بوده که توسط سلیمان نبی در شهر اورشلیم ساخته میشه. داوود پیامبر 40 سال بر اورشلیم طبق روایات حکومت میکنه، هیچ چیزی ازش به جا نمونده. پسرش سلیمان نبی 33 سال حکومت میکنه و خب خیلی بناها منتسب هستش به ایشون، به این فرد. اما معبد سلیمان جایی هستش که در تاریخ دوبار تخریب شده توسط اقوام مختلف. هیچ کسی نمیدونه که معبد سلیمان آیا واقعی بوده، وجود داشته، وجود نداشته، افسانه بوده. هیچ کسی نمیدونه که مکانش حتی کجاست. به هر حال نظریه‌های مختلفی وجود داره
اسرائیلی ها معتقدن که معبد سلیمان در تپه موریا زیر مسجد الاقصی است و خب حفاری‌های زیادی هم کردن تا حدی که مسجد الاقصی داشت تخریب می‌شد، اما جلوی این حفاری‌ها ظاهراً گرفته شده، کسی نمیدونه. و دیواری هم هست به اسم دیوار نویبه که دیوار مقدسیه. میگن که این دیوار باقی مانده همون معبد سلیمان هست که حالا آیین و مناسک خاصی هم براش اجرا میشه. اما من خودم به شخصه تو نقشه‌های تاریخی که میچرخم و بعضی وقتا کاوش میکنم برخوردم به نقشه‌های قدیمی از اورشلیم که شکل اصلی معبد سلیمان در اونها ترسیم شده. نقشه‌های معتبری هستن که در وبسایت‌ها به فروش میرسن، کارشناسی شدن. اما بعد از مرگ سلیمان نبی بین قبایل یهودی نزاع در میگیره، با همدیگه به مشکل میخورن، از هم جدا میشن، هر کدوم میرن توی یه منطقه‌ای و بر سر قدرت با همدیگه نزاع داشتن. علاوه بر این با فلسطینی ها و یهودی ها هم اینا همزمان بنی اسرائیل، یبوسی ها، یهودی ها، اینا همه با هم دیگه در حال نزاع بودن. به جز اون از کشورهای دیگه هم به اینا حمله شده. تدبیری که داوود پیامبر به هر حال اتخاذ کرده بوده این بوده که میاد اورشلیم رو به عنوان پایتخت سیاسی انتخاب میکنه. به خاطر همین اورشلیم، شهر اورشلیم، یه جورایی از این نزاع‌ها دور میمونه، آسیبی به اون صورت بهش نمیرسه. در نهایت این اقوام بنی اسرائیل میان به دو بخش اصلی تقسیم میشن. 10 قومشون در اسرائیل شمالی بودن و 2 قومشون در منطقه جنوب کنعان یا همون اورشلیم زندگی میکردن. این ساختار 12 قومی حدود 200 سال ادامه پیدا میکنه تا زمانی که بابلی ها میان حمله میکنن به پادشاهی اسرائیل شمالی و طبیعتاً هم پیروز میشن. در پی این اتفاق و شکست اسرائیل شمالی طبیعتاً اسرائیلی ها خیلی هاشون فرار میکنن، پناه میبرن به هم نوعان خودشون، یعنی میرن به سمت جنوب و به سمت شهر اورشلیم. جمعیت زیاد میشه، نزاع در میگیره، به هر حال اتفاقات بسیار بدی در پی این جنگ میفته که خب به هر حال این هیچ کسی راضی نبوده از این شرایط. علاوه بر اون اینا مواجه میشن با حمله آشوری ها، بابلی ها، مصری ها که اینم باز خودش خیلی بد بوده. این داستان ها ادامه پیدا میکنه تا سال 598 قبل از میلاد که بالاخره بابلی ها خسته میشن دیگه، به رهبری بخت و نصر شکست میدن. به هر حال همه اقوام بنی اسرائیل و به طور کامل تصرف میکنن منطقه اورشلیم. اما این ماجرا تا جایی ادامه پیدا میکنه که به این نقطه عطف تاریخی میرسیم و اون ورود کوروش به ماجراست. کوروش اینجا وارد تاریخ اورشلیم میشه، شهر رو تصرف میکنه، قدرت رو از بابلی ها میگیره، 42,000 اسیر یهودی رو آزاد میکنه و این داستان به مدت 9 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان درگذشت کوروش. بعد از کوروش نوبت میرسه به ورود اسکندر مقدونی به تاریخ اورشلیم. اسکندر مقدونی در اون دوره اوج شکوه خودش رسیده بوده و خب بخش بزرگی از دنیای اون زمان رو تصرف کرده بوده که طبیعتاً اورشلیم هم بخشی از اون مناطق محسوب میشده که تحت حکومت اسکندر مقدونی بوده. حالا درسته که توی این مدت اسکندر مقدونی هم مثل زمان کوروش اوضاع برای یهودیان خوب پیش میرفته، ساکنین اون منطقه، اما باز اینم دوام نمیاره تا زمانی که اسکندر مقدونی هم از دنیا میره. باز طبق معمول بین جانشینانش نزاع در میگیره، جنگ اتفاق میفته و اینجاست که نوبت به هجوم رومی ها به این منطقه میرسه. رومی ها حمله میکنن، قدرت رو به دست میگیرن و این موضوع سالها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که شخصی به نام یهودای مکابی قیام میکنه. یهودا قیام میکنه، یه ارتشی تشکیل میده، تحت حمایت اشکانیان بوده، قدرت رو از دست رومی ها میگیره. چند سال، 103 سال این به هر حال داستان ادامه پیدا میکنه تا زمانی که رومی ها دوباره میان قدرت رو پس میگیرن. همزمان در این دوره اتفاق دیگه‌ای هم میفته.
یه اتفاق مهم، ظهور عیسی مسیح. عیسی مسیح میاد ظهور میکنه، دین آیین مسیحیت رو معرفی میکنه و طبق حالا روایات، ادیان، کتب مقدس و تاریخ در 33 میلادی مسیح یا به صلیب کشیده میشه یا عروج میکنه و اینجاست که دین و آیینش هم به حاشیه میره. اما همزمان ما حمله رومی ها رو داشتیم. یه جاییش رو من فراموش کردم، وقتی که حمله بابلی ها صورت می گرفته توسط بخت‌النصر، معبد سلیمان که یکی از مهمترین مکان ها و بناهای اون دوره هست، توسط بابلی ها برای بار اول در تاریخ تخریب میشه و اینجا در این دوره برای بار دوم معبد سلیمان که توسط یهودی ها بازسازی شده بوده دوباره به دست رومی ها تخریب میشه. اما در سال 135 میلادی یک قیام دیگه اتفاق میفته توسط یهودی ها که باز اونم توسط رومی ها سرکوب میشه و این بار اوضاع برای یهودی ها بدتر میشه. از شهر به طور کامل اخراج میشن و فقط سالی یک بار بهشون اجازه داده میشه که وارد شهر بشن و آیین و مناسک مذهبیشون رو انجام بدن. در مورد دین اگر بخوایم بگیم باید اشاره بکنیم به کنستانتین که در این دوره داشته قدرت میگرفته. برای تثبیت قدرت خودش میخواد که یک دین و آیین جدیدی به هر حال داشته باشه و میاد استفاده میکنه از دین و آیین مسیحیت، اون رو دوباره احیا میکنه، دستور میده که دین تمام رومی ها دین رسمیشون مسیحیت باشه. پایتختش رو از روم انتقال میده به قسطنطنیه یا استانبول امروزی و میاد اولین کلیسای مسیحیان رو در بیت المقدس میسازه و خب به هر حال اینم یه دوره جدیدی بوده در تاریخ اورشلیم، چون دین رسمی مسیحیت بوده. اورشلیم هم میفته به دست مسیحی ها. همزمان با این دوران ساسانیان در راه فتح مصر، میگم که هر کسی که به هر حال هر کدوم از کشورها، هر کسی که ارتشی داشته، قدرتی داشته، هر جایی که داشته میرفته حالا سر راهش یه دستی هم به اورشلیم میکشیده که اینجا رو ما گرفتیم. در این دوران ساسانیان هم به مدت 3 سال بر اورشلیم حکومت میکنن، در راه فتح مصر تصرفش میکنن، اما بعد از این 3 سال دوباره رومی ها قدرت رو از ساسانیان به دست میگیرن تا میرسیم به یک نقطه مهم در تاریخ. در این دوره از تاریخ در صحرای عربستان یک دین و آیین جدیدی ظهور میکنه به نام اسلام.